سلام به تو دوست خوبم، امیدوارم که هر جا هستی حال دلت عالی باشه. من جواد عدالتیان هستم، کارشناس متخصص تغذیه و رژیم درمانی. میخوام در مورد فشار خون برات صحبت کنم. اصلا فشار خون چی هست، رنج نرمالش چی، چرا دچار فشار خون میشیم و چه علائم و چه عوارضی بر ما میتونه داشته باشه و در نهایت در مورد راهکارهای تغذیه‌ای برای کنترل فشار خون صحبت کنم که اصلا چه مواد غذایی که بهتره ما بیشتر استفاده کنیم و چه مواد غذایی بهتره که ما اونها رو کمتر استفاده کنیم. با من همراه باش. فشار خون یا هایپرتنشن یک مشکل شایعی که خیلی‌ها دارن این روزا باهاش دست و پنجه نرم میکنن. حالا اگه فشار ما بین 6 تا 9 و 10 تقریبا باشه نرمال حساب میشه، بین 10 تا 14 باشه تقریبا نسبتا بالا حساب میشه. ولی اگر برای مدتی 14 یا بالای 14 باشه ما دچار فشار خون هستیم. حالا در طی یک هفته شما باید اندازه‌گیری کنید. اگه فشار خون شما بالای 14 یا 14 باشه طی روزهای هفته شما دچار فشار خون بالا هستیم، حتما باید قرص بخورید و پزشک شما رو ببینه. معمولا فشار خون بین 14 تا 18 که جزو فشار خون بالا حساب میشه عوارضی و علائمی نشون نمیده. ولی اگر فشار خون شما بالای 18 روی 11 باشه شما دچار فشار خون خیلی بالا هستید و ممکنه علائم سراغ شما بیاد. اگر که داخل خون دستگاه فشار سنج دارید و دیدین که فشار خون شما بالای 18 یا 18 هستش، حتما یکم استراحت کنید و بعد چند دقیقه دوباره فشار بگیرید. اگر بعد نیم ساعت تقریبا فشار بگیرید، اگه دیدین نه واقعا فشار پایین نیامده حتما با اورژانس تماس بگیرید. حالا اصلا فشار خون چی؟ فشار خون نیرویی که سلول‌های خونی و خون به دیواره رگ‌ها و عروق وارد میکنه که اگر این فشار بالا باشه فعالیت قلب رو بالا میبره. وقتی فعالیت قلب بالا بره باعث میشه که رگ‌ها آسیب ببینن و در نتیجه عوارضی که به وجود میاره مشکلات قلبی، سکته و مشکلات کلیوی هستن که بسیار میتونه خطرناک باشه. حالا علائم فشار خون چیه که باید حواستون بهش باشه؟ مخصوصا افرادی که فشار خون دارن این علائم تو خودشون دیدن باید سریعا فشار خونشون چک بشه. مشکلات مثل سردرد و سرگیجه، مخصوصا سردرد در ناحیه بالای سر و پشت سر، تنگی نفس، درد در قفسه سینه، تپش قلب بالا، تاری دید، خونریزی در بینی و مشاهده خون در ادرار، اینها اگه باشه میتونه علائم باشه که فشار خون شما بالاست، حتما باید اونو چک کنید. حالا خیلی از افرادی که منو میبینن میپرسن آقا علت فشار خون چیه؟ چرا ما دچار فشار خون میشیم؟ یکی از علتهای خیلی مهمش بحث وراثتی و سابقه فامیلی بودن هستش که شما اگر فامیل های درجه یک رو مخصوصا پدر مادرتون دچار فشار خون هستن، احتمال اینکه شما در آینده دچار فشار خون بشین خیلی بالاست. بحث بعدی بحث سنه. البته فشار خون در هر سنی میتونه به وجود بیاد ولی احتمال خیلی بالا افرادی که بالای 40 سال هستن دچار فشار خون میشن. مورد بعدی بحث جنسیت. آقایون بیشتر از خانم‌ها دچار فشار خون میشن. خانم‌ها تا قبل از سن یائسگی چون هورمون استروژن داخل بدنشون تولید میشه فشار خونشون بهتر کنترل میشه، ولی وقتی که سن یائسگیشون بگذره احتمال فشار خونشون با مردا برابر میشه و یا حتی بیشتر از آقایون احتمال این که فشار خون بگیرن بیشتر میشه. پس باید حواستون باشه وقتی که سن یائسگی رو رد کردید هر از گاهی فشار خونتون حتما چک کنید. تحقیقات نشون داده افرادی که اضافه وزن و چاقی دارن احتمال اینکه دچار فشار خون بشن خیلی بیشتره. پس اگر وزن بالایی داری و فشار خونت بالاست بهترین کار اینه که ابتدا به فکر کاهش وزنت باشی. اگر دوست داری یک رژیم اصولی توسط متخصص تغذیه برات طراحی بشه تا یک کاهش وزن اصولی داشته باشی، من شماره واتساپ اینجا برات میذارم، حتما داخل واتساپ بهم پیام بده. قبل از اینکه رژیم بگیری مشاوره میشی، بیماری ها، حساسیت ها و داروهایی که مصرف میکنی همه اینها داخل رژیمت لحاظ میشه تا بتونی بهترین نتیجه رو بگیری. حالا میخوام چند تا راهکار بهت یاد بدم که بتونید فشار خونت رو بهتر کنترل کنی. اگر فردی هستی که الکل استفاده میکنی بهتره این بدونی که افرادی که الکل استفاده میکنن احتمال فشار خونشون خیلی بیشتره و فشار خونشون خیلی سخت‌تر پایین میاد. بحث بعدی بحث استرس. تا جایی که میتونی استرس از خود دور کن چون استرس واقعا سم برات و میتونه فشار خونت رو به شدت بالا ببره. مورد بعدی بحث مصرف نمک. خودت هم خیلی خوب میدونی متاسفانه ما ایرانی‌ها مصرف نمکمون 2 برابر جهانه و این خیلی بده و اصلا واقعا یکی از علتایی که ما فشار خون خیلی بالا میگیریم مصرف نمک بیش از حدمونه. باید اینو یاد بگیریم که سر سفره نمکدون نیاریم و به همون نمکی که داخل غذا هست بسنده کنیم. حالا در کنار مصرف کم نمک باید حواسمون به غذاهای فرآوری شده و غذای کنسروی باشه چون اینها نمکشون خیلی بالاست. مثل حالا غذای کنسروی مثل حالا خوراک لوبیا ساره، خورشتای کنسروی و غذای فرآوری شده مثل همبرگر، سوسیس، اینها کالباس، اینا چون برای نگهداری این مواد غذایی میان نمکشو بیشتر میزنن. پس باید از اینا خیلی کمتر استفاده کنیم. بحث غذای رستورانی. متأسفانه رستوران‌های ما
غذاشون رو خوشنمک میکنن و نمک بالایی میزنن. بعد حواستون به این نکته باشه و باید حواستون به چربی غذامون باشه. غذامون باید کمچرب باشه و سرخ کردنی کمتر استفاده کنیم. معمولا افرادی که دچار چربی خون هستن فشار خونشون هم بالاست. اگر میخوای آموزشی در مورد راهکارهای کنترل چربی خون ببینی، من لینک آموزش بالا میذارم که برید نگاه کنید و لینکش هم داخل دیسکریپشن میذارم. حتما برون آموزش راههای کنترل چربی خون رو حتما ببین که واقعا خیلی میتونه بهت کمک کنه. حالا چه مواد غذایی بخوریم که برای فشار خونمون خوب باشه؟ بحث اول بحث لبنیات حتما باید کم چرب باشه، چون لبنیات یک منبع خیلی خوبی کلسیم برای ما هستش و اون کلسیم باعث میشه که اون دریچه‌های رگ‌های ما خیلی راحت‌تر باز و بسته میشه که فشار رو رگ‌های ما بهتر بردارن. و تا جایی که میتونیم از سبزیجات و حبوبات بیشتر استفاده کنیم. حبوبات مخصوصا لوبیا و عدس خیلی میتونه کمک کننده باشه. سبزیجات رو من بهتون پیشنهاد میدم که سبزیجات در رژیم غذاییتون بیشتر کنید، حالا چه داخل غذا چه کنار غذا. از سبزیجاتی که با برگ پهن داره بیشتر استفاده کنید. و این نکته خیلی مهم در مورد سبزیجات بگم، سه تا سبزی بهتره که کمتر استفاده کنید. یکیش کلمه، هر نوع کلم، حالا گل کلم، برگ کلم، کلم قرمز. مورد بعدی کرفسه و مورد بعدی هم اسفناجه. من مراجعه اومده پیش من مثلا خورشت کرفس داشته با سالاد کاهو کلم خورده و اون شب فشارش به شدت بالا رفته. بس حواستون به این سبزیجات باشه. نمیخوام کلا بگم که کلا ازشون استفاده نکنی، ولی خیلی کمتر و با احتیاط‌تر از این سبزیجات استفاده کن. و طی تحقیقات جدیدی که من دیدم، پسته خیلی خوب میتونه روی فشار خون تاثیر مثبت داشته باشه. شما روزانه بین هولوش تقریبا 5 تا 10 تا پسته میتونید استفاده کنید و نتیجه خیلی خوبی براتون داره. بحث بعدی بحث قند خون و دیابت. تحقیقات نشون داده افرادی که دیابت دارن نیمیشون دچار فشار خون هستن. پس خیلی مهمه که ما قند خونمون رو بتونیم بهتر کنترل کنیم. اگر دوست داری راهکار کنترل تغذیه برای قند خون و دیابت رو ببینیم، من لینکشو بالا میذارم. این آموزش حتما برو ببین و لینکش هم داخل دیسکریپشن میذارم. حتما برو بحث دیابت رو نگاه کن. امیدوارم مطالبی که در مورد فشار خون برات گفتم مفید بوده باشه. هر سوالی داشتی این پایین ازم بپرس، دونه دونه جوابشو میدم. همیشه و هر جا هستی سالم و سلامت باشی.